الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خدا در انتظار حمد ما نیست خدا در انتظار حمد ما نیست محمد چشم بر راه ثنا نیست محمد از تو میخوام خدا را خدایا از تو عشق مصطفی را اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اما بعد حضار بسیار ارجمند و گرامی نمازگزاران محترم الله ذوالجلال در یہ لحظات و ساعات بسیار بسیار مبارک شاکرین که خداوند متعالی توفیق یایگ به مسجد و اعلان بندگی برای پروردگار یه توفیقی دادین که یک بار دیگر بیاین وتی جبین انکساریا وتی پیشانیا نیاز بر خاک درگاه رب العالمین بساین و وتی تضرع وتی زاریا وتی بندگیا وتی افتادگیا و وتی نیازا وتی حاجتا و وتی غلامیا الله بارگاه توار بجنی اعلان بکنی مطمئنا و قطعا یہ توفیق از جانب رب العالمین و توفیق از جانب صاحب آسمان ها و زمین و صاحب تمام دنیا و ما فیها این که من و شماری در وقت اول توفیق حضور دا که بیایم بارگاه الله در یہ روچ و در یہ لحظات که رحمتهای رب العالمین مانند حور دابا بر متوجه زمین و اهل زمینند بیایم و تا شمول و شامل یہ رحمتهای بی حد و بی اندازه بکنیم. من مروچی موضوعی که در نظر و یه چند دقیقه که در خدمت شما هستم آهیا برای شما بگوشون موضوع تأثیر اعمال صالح و دعا در زندگی انسانی
که اگر یک انسانی نیکی انسانی ببی یا انسانی اعمال صالح انجام بده و پروردگار ذوالجلال عظمت راضی بکن، شیا چه تأثیری؟ آیا فقط شیا جنت گیریه؟ آیا فقط مزد یه فرد نیکوکار و صالح و بنده خوب رب العالمین آیا فقط جنتی؟ دنیای تو که هیچ چیزش یا گیر نه؟ یہ سوالش میں ملوٹو مروچی جواب بدوں. و دومی سوال، آیا یا انسانی که عبادت پروردگار را انجام دا و اعمال صالح انجام دا، نیکی بنده ہیں، آیا شیا تنها وتی فایده رسی؟ دیگه شی چوک زد، شی مردم، شی وارث، شی قبیله، شی خیش، آیا هم شریکن؟ آیا هم یه چیزی رسی از شی عبادت و از شی خوب بیگا و نیک بیگا و صالح بیگا؟ آیا آدگه مردم شی هم یک چیزی رسی؟ یہ سوال هم انشاءاللہ مروچی اگر توفیق بھی شی جواب هم شما را دهیم. دو تا آیه میں انتخاب کتا از آیات کلام الله مجید، از آیات قرآن عظیم و شان. دو تا آیه و مروچی گیگا حول و در رابطه و در محور همه دو تا آیه ہیں که یکی از آیات آیه 96 سوره مریم و یکی آیه 107 سوره کهف. دو آیان گوش بکنید. رب العالمین فرمانی در اولی آیه ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. در سوره مریم. دومی آیه در سوره کهف آیه 107 الله ذوالجلال فرمایند ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها. اگر در جمع شما طلبه و علما حاضرند، یکی از این آیات به یه چیز اشاره کنگی که نعمت عمل صالح و عبادت و تأثیر عبادت در زندگی انسان تنها خلاصه در دنیا نہیں، تنها خلاصه به خود انسان و فرد و انجام دهنده اعمال نہیں، بلکہ وتی هم بہرمند بھی، وتی هم سودمند بھی، وتی هم فائدہ گیریه و تمام آهیه تا چندین نسل از همی عمل صالح انسان الله ذوالجلال آهیه اولادان، آهیه چوک زهتا، آهیه نبیریان، آهیه تمام نسل الله ذوالجلال بهرمند کند. خداوند متعال آیان بهرمند کند تو نصیبش کند. اولی فایده عمل صالح، انجام دادن عمل صالح، عبادت انجام دیگ. اولی فایده ای خود آیه اولی فایده ای گوشگین ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که ایمان یارند و بعد از آوردن ایمان اعمال صالح انجام دهند، الله ذوالجلال فرمانی منی پروردگار آیان محبوب قرار دهم، آیان دوست دارم. سیجعل لهم الرحمن ودا، لفظ سین دلالت بر عجله کند، بر زود کند. یعنی الله ذوالجلال فرمانی اولی نتیجه اعمال صالح چیه که به زودی، زود ان قریب، در زمان نزدیک سیجعل لهم الرحمن ودا، من پروردگار آهیا دوست دارم، آهیا وتی محبوب قرار دوں، آهیا وتی معشوق قرار دوں و آهیا دوست دارم. سبحان الله. یا بنده یا الله ذوالجلال توفیق بدا که همی بنده الله دوست بداری، یہ مزنی نعمتی ہے. یا بنده یا الله ذوالجلال یہ نعمت بدا که یہ بنده خداوند متعال دوست بداری، یہ مزنی نعمتی ہر کسا گیرنے.
شبلی نعمانی و صحابه رسول الله گیر یحتم رو چی ما را گیر نه. کجایی که الله وقت بگوشی که نه برعکس ما یا دوست دارم، یه نعمت ما کجا قرار بدهیم؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، منی پروردگار آیا دوست دارم، منی الله یعنی برعکس بی. معشوق بی الله عاشق بی، محبوب بی الله حبیب بی. یہ یک نعمت از عمل صالح. داستان ذکر بکنو از تفسیر قرآن مجید برای عمل صالح. منگو اگر لوٹے اور دوتا سوال جواب شما را گیر بھی خوب توجه بکنی، هم به آیات قرآن توجه بکنی و هم به داستان که من برای شما نقل کنو از سوره بقره که شما نام بقره خیلی اشکوته. نام بقره یعنی گاو بلا نسبت مسجد، یعنی گوک. بقره یعنی گوک. پچی یہ سورہ دومی سورہ بعد از سورہ فاتحه دومی سورہ قرآن. پچی گوشانتی بقره پچی نامی به بلا نسبت مسجد به گاو یہ سورہ مشهوره؟ چون که در یہ سورہ داستان گاو، همه داستانی که شما بارها اشکتا که در قوم بنی اسرائیل یا شخص به نام عامیل ثروتمندیه، آهی نام عامیلت ثروتمندیت مالداریت. در تفسیران تو که ها کشی برازات یه شی دختر خواستگاری کند که تاوتی دخترات یه عامیل در منی نکاح در بیار، به نکاح منی بده. عامیل قبول نکن که نه تا از قبیله فقیریه، تا ناداریه و من ثروتمندیم. ما شما با هم هیچ گونه تناسبی نیه، نسبتی نیه. به هر حال وقتی که جوان یه جواب نیا اشکوند و یه جواب از طرف عامیل اشکوند، شب هنگام یه عامیل کشی. از بس که همه دختر و همه دختر اموی دوسته، شپا یه عامیل کشی، عامیل به قتل رسینی. خیلی شما اشکوت داستانی خیلی مشهوری. به هر حال مردم پریشان بن که هدای ملک عامیل ثروتمندی معمولی شخصی نه. شپا یکی کشته دوری داته، در خیابانان در کوچانی سرا دوری داته، تمام مردم پریشان بند. یانت حضرت موسی گورا که ای حضرت موسی عامیل قاتل در بگیج، عامیل قاتل کسی که عامیل کشته آهی قاتل برای ما مشخص بکن. نی حضرت موسی علیه السلام پروردگار گورا دعا کند که الله من نبیم، من آینده لوٹوں شانا دعوت بدوں، دعوت کارم آینده لوٹوں انجام بدوں. شام نسیت ڈاک گفته اگر من یہ ڈاکا در میں ہوں و قاتل عامیل من متونو معرفی بکنو، من آینده شرمنده بو در مقابل یہ قوم ها. یہ قوم وہاں چو بازی نیمونه کن، بازی بہانه یاری. اگر من متونو یہ قاتل معرفی بکنو، یہ برای من باندوشی هیچ طوری نبی نتونت یہ قاتل در بگه جی. الله ذوالجلال فرمانی برای یہ قوم ما بگوش یا گوه که بکشه. آگوه که وقتی که شما کشت یا قسمتی از بدن آگوه که بزیره به همی مقتول بدن بجنتی مقتول زندگی بی و اوتی قاتل وقت معرفی که من که کشته بود. منی مقصد از این قصه شینه که من داستان بقره برای شما بیارم. من گو مشموشی من گفت در رابطه با عمل صالح، در رابطه باشی که ما آیا اعمال صالح انجام بده، آیا تنها منحصر به ما، تنها ما را ثواب رسید دنیا و ما را بهشت رسید دیگه می فرزندان بعد از ما هیچی نرسی؟ من در رابطه با همشی که من یه داستان برای شما آورده نی گوش بکنی داستانا. حضرت موسی علیه السلام وقتی که قوم بنی اسرائیل گوشی که الله ذوالجلال همین شرطی یر کتا که اگر شما لوٹ قاتلا عامیل بزانی بره یا گوه که در بگیجه، آگوه که بیارید آه یا بکشه یا قسمتی بر بدن مقتول بجنه آه زنده گوشم قاتلا گوشی. اما تایدان خلاصه نه، به سادگی نه، زود گذران نه، زود تمام نبی. چندین سال قبل در کنار رود نیل در همی مصر که موسی قرار داری، یا کماشیه یا مرد صالح مثل شما که اول و ابتدای وقت جمعه چیزی که شماری کشته به مسجد جامع ورتا عشق الله و محبت نمازی و محبت عبادتی.
یا کماشی چند سال قبل از یه واقعه قتل آمیلا در کنار رود نیل، بعد از شیکشی عمر تمام بیچاری منی لحظات پایان عمرش یا فرزند بی فرزند نابالغ بی و کلش یه مال یک گوه بی. خوب توجه بکنی، کلش یه مال فقط یک گوه بی و هرچند فکر کن چاری که من یه گوه کو تحویل کی بدم که بعد از وفات من به منی فرزند نابالغ برسی، کی در میان قوم من یه گوه کو بسنبالی شب رو دینی و مزنی بکند و بداری تی تا منی چوک مزن بی و تحویل منی فرزندی بدا. هرچند فکر جان چاری چی فردی نیه که من آهی سرای اعتماد بکنو، یکی خانم منی که نتون جنی آدمیه و دیگه چی فردی که در قوم من و در خویشاوندان من ببی و آیه گوه که بساتی تو بسن بینی تو بداری تی تا زمانی که برو دینی تی کاه و علپی بکند تا زمانی که منی فرزند مزن ببی آیه تحویل بدا، قابل اعتمادی مردم نیه. نیا چیه کن؟ درود شریف بانه. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه صاحب تفسیر بزرگی ہیں. تفسیر تو کا گپ به ابن کثیر رسی خلاصه تمام. شاید خیلی از تفسیران واقعات بیارند از همچنین افراد مانند واقدی و یا از یه دیگه افراد بیارند که بعداً محل سوال بی که یہ پچی عورت یہ ضعیف، اما واقعی که ابن کثیر آیا و در وتی تفسیر تو کا واقعا هیچ مفسر آیا رد کت نکند. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه فرمانی یہ کماش، یہ مرد صالح، یہ فرد دیندار ہمیں گوه کا مهار گیری بارتی بر بالای یک کوه یک تپه، بالای تپه را دور کت نماز وان الله عبادتا کند، الله تسبیحا، الله تعریفا، الله تمجیدا، الله تقدیسا، الله پاکیا بیان کند و بعدا دیما به طرف آسمان کند دستان برز کند. فرمانی ای پروردگار، بار پروردگار ای الله، منی فرزند یکی، منی وارث یکی که از مال ما ارث با و منی ارث و مال و ما ترک تنها هم یک گوه که و من دیگه کسی نگیندو که یا من تحویل آهی بدم و یک گوه که برو دینی. ای منی رب، ای منی پروردگار، من یک گوه تحویل تی الله دا، من یک گوه سپرد تی رب العالمین کو و یک گوه سپرد تی الله و تی رب العالمین یک گوه که به دست منی فرزنده برسی. یر کپی گوه که ویلدا مهاری ویلدا یر کپی ایلوگا به هر حال وفات کند، تمام بی غزیه تمام بی. نی داستان موسی و بقره، داستان قتل آمیلیه. من پیسرش مارونگوا نی وقتی که حضرت موسی علیه السلام قوم بنی اسرائیل فرمانی که شما بره یا گوه که در بگه جی نیدا سوال شروع بی، نیدا سوال کتاب شروع بی، ده گرن نیمو گرند که ای موسی یہ گوه چطوری نبی رنگی چطور بی. حضرت موسی علیه السلام پروردگار جو سیری که ای پروردگار شان ده گیبتا که یہ گوه که تا گوشتا برای بکشتی و بر بدن مقتولی بجنه آ مقتول زندگی بی و گوه که واوتی قاتل معرفی کن یہ رنگ چطوری رنگی بی. الله ذوالجلال فرمانی زرد بی، فاقع لونها تسر الناظرین، زرد یک رنگ بی که از دور ناظرین کسی که گوه که گیندن یہ رنگا خوشش بی از یہ رنگا یہ پدار روان چکرن دیگه. حضرت موسی ما چی زردین گوه در گیبته ولی باز هم مزنی ها، هردی ها، کماش ها، پیر ها، جوانی گوه که ها، ما چطوری نه بکشیم. حضرت موسی علیه السلام پدا پروردگار گورا جستگیری که پروردگار شما پدا منش جست کتا. یا چیزی هم ده من الان برای شما پیسرا بگوشم که حکمت یہ سوال چیه؟ چرا قوم بنی اسرائیل هما در مرتبه اول نروند گوه کار نکشند یا گوه که در نگیجن نکشند یا سوال کتاب کنند؟ او مردم توجه بکنه. چرا خداوند مطالعانی دل تو که و مغز تو که یاری که بره سوالان تکرار بکنه، سوال ڈھک بگره؟ الله ذوالجلال لوٹی دعای هما مرد قبول به عرصه ظهور و به مرتبه اجابت برسینی. هما مردی که بر بالای آکوه دعای کتا و گوه کی سپرد الله کتا.
سومی برای پدای آن دگرند. حضرت موسی فرمانی که الله گوشته برای همچین بیاره که لا تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمة لا شیة فیها، برای همچین گوه که بیاره کاهی تا وحدی نه برای آبیاری و قدیم آب وقتی که برای کشاورزی ها همه گاریش بسته و گوه که چکا آبش کشته و تی کشارانش آب داته. حضرت موسی فرمانی الله فرماته که چین گوه که مبی که استفاده کتا برای کشاورزی یا برای هر سا برای شیکایی جوگ گردنا داته ننگار کشته زمین چین گوه که مبی. آخرا سومی مرتبه سوال کنند نی چین گوه که کجا گیریه دنیا غیر از چین که باید برند همه گوه که بیارند. همه گوه که کماشا پیرمردا چندین سال قبل بر بالای یک کوی سپرد الله کو و مرد صالحه و نیکی مردیه باید برند همه گوه که در بگیجند بیارند. شما اگر تا وحدی جواب نگیبته که آیا عمل صالح تنها مردم وقت نجات دا از دنیای سختیان و تنها وقت مردم جنت با یا نه؟ آیا فایده برای قوم، برای خویشاوند، برای چوک، برای نسل نی آر روند تمام جا چکرند مصر تو که تمام بازار گرند آ شهر تو که کل بازار گرند چی گوه گیره یہ دابی گوه که مشخصاتی الله ذوالجلال داتا چی گوه گیره تا روند لوٹن بروند دیگه شهری در میان همه دوتا شهر همه گوه که دقیقا گیندند که اوی همه گوه که الله گوشته همه نشانیانی و همه علائمی که الله ذوالجلال داتا یہ همه گوه که نی آگوه که جوست گرند که یہ گوه کی صاحبی کہیں آخر مردم معرفی کنند که یہ گوه که صاحب فلان یتیمه فلان جاه نشته فلان یتیمه روان تو دا یتیم گورا گوشت یہ گوه که ملوٹن بزیر مارا چی مشکل گیری آتا یہ گوه که ملوٹن بکشن و تی قاتلہ در بگیجیم یہ یتیم قبول کند گوشت یہ گوه که مشکل نہیں هر قیمتی شما زیر بزیر تی بعد از چی که شاروان دنبال همه پوله که برای قیمت گوه که بیارند آهی مادر گوشی نه یہ قیمت نه کم و قیمت تا بری گوه که بلی کم و قیمت بالاتر کم. به هر حال وقتی که فرد یتیم لوگا در کپی در میان راه یک فرشته سر راه آهی سبز بی یک فرشته الله ذوالجلال راه دا او مردمان بیای دنیای تو که الله ذوالجلال عبادت بکن هفت پشتا و تی نسلا تضمین بکن آیانی خوشبختی ها آیانی زندگی ها آیانی سلامتی ها آیانی دینداری ها تا هفت پشتا بیا آیان تضمین بکن مال و سرمایه تی چوک و تی فرزند خوشبختی ها تضمین کت نکن. یک ما به اندازه فرزندان وقت در تمام شهرستان های همجوار بره ساختمان ببنده یا لوگ بزیره که بعد از وفات ما میچوک فقیر مبند میچوک بزرگ مبند یه چیز مشمه چوکان و مشمه نسلا آیانی خوشبختی ها تضمین نکنند. بیا عابد الله ببی بیا صالح ببی بیا اعمال نیک انجام بده الله ذوالجلال تی هفت نسل آباد کن و آیانی خوشبختی تضمین کن. نیا فرشته سر راه آهی قرار گیری. بعضی از تفسیرها مانند علامه ثعلبی رحمت الله علیه علامه قرطبی رحمت الله علیه یہ واجہ فرماند که جبریل امین الله ذوالجلال را دا، اما علامه ابن کثیر رحمت الله علیه فرمانی که نه یک فرشته الله ذوالجلال راه دا یہ همی یتیم راه سرا چاری یتیم ہما گوک مہار گیبتا روگیں به طرف قوم بنی اسرائیل لوٹی بہائی بکن جوستی گیری که ای یتیم ای طفل یہ گوک قیمت چندی آگوشی یہ اندازیں 100 درهم مثلا یہ فرشتہ کوتی به نیر و به یک انسانی جهاجت یحتشید یما گوشی اگر تلوتا صدی بده من 200 زیرو منی 200 بده اگر تلوتا قوم بنی اسرائیل یہ گوکا بده به 100 من 200 زیرو. به هر حال وقتی که رو روستای آگوات قوم بنی اسرائیل دوچار کپی بشی آگوه که شما از ملوٹ بزیر قیمت یادگیری گوشت گیشتری زیرو اگر شما گیشتر مزیر من 2 ماهی ها به هر حال رفت آمد بی نرخ بالا بی تا آخر فرشته گوشی اگر یه گوه که تا من آبده اما همسر پوست یه گوه ترا پر کن و طلا تریدم. به هر حال آخری قیمت همسی بی و قوم بنی اسرائیل آگوه که پوست پر از طلا کنن تحویل آیتی میده. هنی جواب ہوگی آسواله جواب ہوگی آسواله که آیا انسان از عبادت
یکی انسانی یک پدری بیه عبادت انجام بده، الله دربارا بکپی و نماز بوات و اعمال صالح انجام بده، آیا تنها یه عبادت وتیس آیا فایده ده یا نه؟ آیا چوکای نسل هم فایده رسی؟ نی از صالح بودن آمرد خداوند متعال آهی چوک هم آگوک هم صحیح و سالم به دست آهی چوک رسید و فایده و سودی ده هم پر از طلا آهی گوک پوست پر از طلا الله ذوالجلال تحویل آیتیم ده. لذا دو تا آیه که من محضر شما عرض کو، یکی آیه 96 سوره مریم که الله ذوالجلال فرماینی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. چه نعمتی بالاتر هستی، چه چیزی بالاتر هستی در مقابل عبادت ما را گیر بیه، در مقابل عمل صالح ما را گیر بیه. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر ودا فرمانی که نه تنها الله ذوالجلال آهیا دوست داری بلکه خداوند متعال آهیا محبوب کل مخلوقات قرار داد. کل انسان ها فرد صالح ها دوست دارند، آهیا احترام کنند. یک مثال. دومی مثال من گوی مربوط به دنیای یہ مثال اعمال صالح، نتیجه و ثمره اعمال صالح چی؟ دنیای ما را گیری، الله ما را دوست داری، بندگان خدا ما را دوست دارند. اما آخرت چیه؟ آخرت آیه 107 سوره کهف ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. چی انسان دیگه پکارین؟ چی انسان لوٹی از عبادتا گیری بیه که الله ذوالجلال در حق آهی خدا نکرده نعوذ بالله کوتاهی کنگی. دنیای تو که خداوند متعال آن نعمت دوستی و محبت وتی نصیب کن و در آخرت جنات الفردوس نزلا، جنت بازن، جنت باز 7 جنت. الله ذوالجلال فرمانی جنات الفردوس نزلا. ما آهیا برایشی که یه منی مهمان بیدون قیامت روچا آهیا جنت الفردوسی برو خالدین فیها برا همیشه در جنت پشکه. یک مثال. دومی مثال گوش کن. سوره کهف شما بازش کتا و ربطی هم به جمعه. پیامبر خدا علیه السلام فرمانی هر یکی جمعه روچا، جمعه روچ کلی شاملی از غروب که شروع بی تک واسطه شب تا مروچی تا غروب مروچیگی. پیامبر خدا علیه السلام فرمانی هر یکی سوره کهف تلاوت بکن، یہ تلاوت یہ سوره کهف یک نوری بی برایشی از یه جمعه تا دیگه جمعه. نی مثال دوما گوش کنه درود شریف بان. سوره کهف داستان خضر و موسی شما درست ایش کتا که حضرت موسی و خضر وقتی که اویر بند همراه بند روند کارهای خارق العاده، کارهای عجیب و غریب حضرت خضر انجام ده و حضرت موسی اعتراض که شما بازش کتا ماشاءالله درو تحصیل کرده، درو ماشاءالله وقت قرآن سر و کارو ها. یکی از کاران عجیب و غریبی که حضرت خضر انجام ده، یک روستای وقتی که وارد بند حضرت خضر علیه السلام گو موسی ویرن، بعضی گوشند بعضی از تفسیران نوشته که یوشع ابن نون هم ویرین. به هر حال 3 نفرن یا 2 نفرن در تفسیران تو که اقوال مختلف ها. وقتی که شهر وارد بند یا دیواری چلتا دیواری کپتا، حضرت موسی علیه السلام حضرت خضر فرمانی که بیا گل تر بکن. حضرت موسی و دو کو خشت یاری، حضرت خضر گل تر کن، یہ دیوار را چست کنن، دیوار را برز کنن. حضرت موسی اعتراض کن که حضرت خضر همین مردم تا منطق گوه که ما را سبارگی بده، نهاری بده، شامی بده، ما را مهمان بکنه، ما مسافری، من تر مهمان نکو هیچش نداتی. او تا برعکس کنگا، تا دیوار شانی لے کنگا، دیوار لوٹا برز بکنه. نی ایدان گوش بکنی. الله ذوالجلال فرمانی آیه 82 سوره کهف وقتی که حضرت موسی سوال جواب کن حضرت خضر که حکمتی چیه؟ تا پچی دیوار در مقابلشی هیچ موزدی نگره، هیچ عاجری نگره، دیوار هم که ہوشکا تا برز کنه، چی حکمت چیه؟ الله ذوالجلال فرمانی و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه وکان تحته کنز لهما
و کان ابوهما صالحا و کان ابوهما صالحا. بیای اگر لوٹه شما فرزند بعد از شما فرزند نیک ببند، صالح ببند و آیانی سرنوشت خوب بی و خوشبخت ببند، بیا عمل صالح انجام بده، بیا دعا بکن، بیا برای فرزند دعا بکن، بیا وقت صالحی مرده ببی. یہ اللہ ذوالجلال کی فرزندان تی تمام نسل اللہ ذوالجلال خوشبخت کن. نی حضرت موسی علیہ السلام، حضرت خضر فرمانی موسی یہ دیواری که من تا برزی کنگی اللہ منی گوشته هنچو شوخی نه، یہ دیوار مال دوتا یتیمه، مال دوتا چوره، مال دوتا فرزند کوچک یتیمه. یہ دیوار چیرا یا کنزی ها یا مالی ها که شانی معطبتا هیچ کس دستش نداتا، همه دیوار تو کا پنهانش کتا که بعد از وفات ما به دست ما فرزندان برسی. اما الله ذوالجلال یه نکته متذکر بی که هنچو الکی نشاد ما شما همه رو چپا بیا همی کارا بکنی، برای یا جایی یک مالی یر بکنی، برای بانکی تو کا یک سرمایه گذاری بکنی برای فرزند و پس انداز قرض الحسنات طولانی مدت برای پس بکنی که بعد از ما فرزند ما بیاد و آی دست خالی مبی. نه، الله ذوالجلال فرمانی و کان ابوهما صالحا، منی الله ذوالجلال یہ سبحان اللہ. علامہ فخر رازی عجیب نکته فرمانی، واجه فرمانی شانی پتمات صالحتا و نه و تی هگه تا وحدی باری چطوری با هگه غلامین یتیمین، غلامین عرب هردی چوکل کو کنن، یعنی هگه تا وحدی نابالغن شانی پدر و مادر صالحن. الله ذوالجلال دو تا نبی، حالا در رابطه با حضرت خضر اختلاف، بعضی گوشن ولی، بعضی گوشن نبی. اگر ما همانی قول سر عمل بکنی که نبی الله ذوالجلال او کسی که اول وقت یحتگ جمعه، خوب توجه بکن، خداوند متعال دو تا نبی ها فرماینی کارگرش کند که یکی تا گل تر بکن، یکی دوک خیش تو تی پشتا بکش، بیا دیواری برای دو تا فرزند بنا بکن، برزی بکن. پچی فکان ابوهما صالحا، زیرا شانی پدر و مادر صالح بیتگن. نی علامه فخر رازی رحمت الله علیه تفسیر تو کا فرمانی اگر یه انسانی وقت صالحه ببی، وقت الله ذوالجلال راضی بکن، وقت عمل صالح انجام بده، الله ذوالجلال در مقابلشی چه عکس العملی انجام ده و خداوند متعال نعمت در مقابلشی چطور بند و الله ذوالجلال یه بنده یا چیه دا چطور نعمتی دا. علامه فخر رازی رحمت الله علیه فرمانی از وهم و گمان یک انسان بالاتر خارجی، از طاقت شی که یه انسانی بنندی تو فکر بکن، از طاقت انسان خارجی. پس عرضون کو تأثیر اعمال صالح در زندگی انسان فقط به زندگی انسان نه که تنها در زندگی انسان نفع دهد، تنها در زندگی انسان نه، بعد از وفات انسان، بعد از که انسان وفات هم بی الله ذوالجلال آنی تأثیرا در آنی قوم تو که در آنی اولادانی تو که الله ذوالجلال به منصب و عرصه ظهور رسینی تو آیانا یارید و برای خلایق و برای مردم پیشش داری. و اما تأثیر دعا، من عرض کو پیسرا که مروچی فقط در رابطه باشی که دعا یا چه تأثیری ها، عبادت چه تأثیری ها. دو تا مثال از قرآن مجید من برای شما او که در رابطه با تأثیر عمل صالحات، اما یکی الان گوش بکنی در رابطه با تأثیر دعا. دعا چیه کن؟ یه دعایی که ما گاهن علما گوشن دستان برز کنی، خیلی از ما دعاش یه دابین دستان چیه کنن جهل کنی، یه دعا چیه کن؟ و ما خیلی پیشکره در رابطه با دعا، باز این چیزی منی ذهن تو که و مطالعه تو که هست، اما من غزوه بدر برای شما انتخاب کنم. در رابطه با غزوه بدر که دعا یا غزوه بدری چطور ایه مرحله به کلا چرخشی دا. شما خوب زانی غزوه بدر پیامبر خدا و صحابه برای جنگ نرفتن، اصلا مقصدش جنگ نه. قافله ابو سفیان از شام رابطه تجارتی کتا، کل مال مکه درو جمع کتا، ابو جهل، عتبه، شیبه، ولید، تمام مردم مکه، سران مکه کل مالی
جمع کتا رابطه شام تجارتی کتا یا طرف سودی گوینه فایده گوینه بومالی گوینه لوٹی بیای مکه ها نی صحابه ها رسی که بیا ابو سفیان ترتا ماشمارش از مکه درگیب اگر ماشما لوٹی واقعا بیا را بگیریم مثل کل مال تا جای مال صحابه در دست وقتش قرار داده که آیا قرآن فرمانی صحابه فقرایا در حالی که ابوبکر فقیر نه تاجریه اما وقتی که آیا هجرت کنی مالش تصاحب کتن مالش زورتن کافران لذا مسلمان ها مشوره کنند که مروی چی شهری تیم بیان شهری فرصتی ہیں که برای ما شما آب بیراوتی بگیریم مال از دست ابو سفیان پچ بگیریم ابو سفیان قافله کم چند پری همراه برای راهی بند مالی پا بگیریم موتی بیرا بگیریم نی مسلمان ها حرکت کنند از مدینه به طرف ابو سفیان به طرف لشکر ابو سفیان به طرف قافله تجاری ابو سفیان نی جالب از قرآن شیا گوش بکنیم دیگه من که ببون که یه واقعه و غزوه بدر را برای شما توضیح بدم آیه 7 سوره انفال اذ یعدکم الله احدی الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکة تکون لکم صحابه روگن یا طرف مال بیارن برای مال روگن برای شی که برامد قافله ابو سفیان غافلگیر بکنند مالی پا بگرند بیارند اما وقتی که به میدان بدر وقتی که به جای بدر به آچاه بدر وقتی رسند با یک لشکری سر تا دندان سر تا پا مسلح روبرو بند شما فرض بکنی یه انسان از لحاظ روحیه چطور بی صحابه با 313 نفر که 77 نفر مهاجر و باقی مانده انصارتن روگن که مال یارند اما از آن طرف با یک لشکری که تمام لشکری کفر ودن حتی تنها جنگیه که شیطان و شخصا یه نه تفسیر آیه قرآنی که انی ارا ما لا ترون خود شیطان شخصا مثل یک انسانی در جنگ در لشکر کفار شرکت کرد آ جنگ بدروی شیطان به عنوان یک رئیس قافله در جنگ و وری مشوره دیگی که شما چوه بکنی شما بیای کل بیای مروچی ما شما کل مسلمانان که 313 نفر کل ما شما ختم کنی کل از بین برین و برگردین ابو سفیان حزیره گوتی مالا برگردین من باز توضیح ندم چون که من یه مطلبی فقط چین که تاثیر دعا یعنی چیه دعا چیه کن تا شبی که روچا صحابی لوٹن جنگ بدر را شروع بکند او مسلمانان برای مطالعه بکنه برای جنگ بدر را بچاری 17 تا 21 رمضان طول کشی 3 روز 17 شروع بی 17 رمضان 21 رمضان کلا صحابه مدینه تو که یان وارد بند کل صحابه ها که یان برای جنگ بدر را 70 هشتر شور 2 اسب 8 شمشیر 8 زره کل هر چی صحابیون ور کل همشان تا هما شب نزدیکای صبح تمام معادلات به نفع کفارین کل معادلات به نفع کفارین هزاران هزار نفر کفار و کافر تا دندان مسلح در مقابل 313 نفر که 8 زره شوری 8 شمشیر شوری تمام معادلات به نفع کفارین تا نصف شب تا زمانی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دستان برز بکند الله گورا تا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از صحابیان ناامید بی از تعداد کم شمشیران ناامید بی از تعداد کم اسبهان ناامید بی از تمام امیدهای دنیا ناامید بی قطع امید کن دستان برز کن الله گورا فرمانی یا رب ان تهلك هذه الاصابه لن تعبد ابدا یا رب ان تهلك هذه الاصابه لن تعبد ابدا ای بار پروردگارا ای منی الله ای رب ای مالک کل ما حصل محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم همشی که محمد گوینی 13 سال محمد رسول الله زحمت کشته در مکه
هر کسا ایمانی آورده مرو چی گوینی هم دام. در مدینه هرچه محمد رسول الله زحمت کشته دعوتی داته کلی مروچی گونه در همین میدان ها. اگر مروچی شان از بین بروند، شان شهید ببند، شان وفات بکنند، لن تعبد ابدا. تی پروردگار زمین سرا تی الله هرگز عبادت کنگ نبا. یه دعای ساده معادلاتا کل برهم جند. یه دعای ساده از رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام معادلات برهم جند. از 90 به 10 تمام به نفع مسلمانان کن. خداوند متعالی هوری یک ابری نازل کند، هوری گواری آجاهی که کافران ودا لغزنده بی، ودا گلولای بی، ودا لغزنده بی و دیمتر الله ذوالجلال و تی فرشتان راه دا. چه اندازه الله ذوالجلال و امدکم لقد نصرکم الله ببدر و انتم اذلة و امدکم ب5000 من الملائکة مردفینها منزلینها. در قرآن نید شیطان گوشی او قوم و تا پدا کشی و گوشی به آدگه قوم و به آدگه کفار گوشی انی ارا ما لا ترون، انی ارا ما لا ترون. چیزی که من گنده گو شما نگندگی، من گنده و که الله ذوالجلال برای کمک محمد فرشته راه داتگم و فرشته شمشیر جنگم. بیا از یه دو چیزان غافل مبی، از عبادت الله، از دعا، از گریه و زاری در مقابل پروردگار غافل مبی که یه دنیا تکاندند، یه دنیا عوض کنند، یه دنیا به نفعت تغییر دهند. در تاریخ ما مسلمانان 2 محمد بیتا. همین آخری نکته اگر گوش بکنید 2 محمد بیتا. محمد ابن قاسم ثقفی از امویان بیتا، محمد فاتح از عثمانیان بیتا. محمد ابن قاسم ثقفی به برکت دعای رسول الله از قبیله بنو ثقیف از طائف کجی؟ ایالت سند پاکستان و هندوستان کجی؟ به برکت دعای رسول الله و علامه ابن کثیر فرمانی به برکت شیک آهی پدر صالحیه و در آخر خلافت عمر فاروق یه شرکتی کو در جنگا و حضرت عمری کو برای من چوکا دعا بکن و حضرت عمر دعا کو. حضرت محمد ابن قاسم آهی فتوحات از مکش از کنارهای جزیره العرب شروع بند تا ایالت سند یه فتح کن تو تری تو رو فقط و فقط به برکت دعای حضرت عمر فاروق. و دومی حضرت محمد فاتح، یک جوان 20 ساله از دولت عثمانی، یک جوان 20 ساله که دنیا تکان دا، دنیا برای بیچاره برای سرچ بکنه حضرت محمد ابن فاتح کی بھی تک دنیای تکان داتا. درود شریف بانی. حضرت محمد ابن فاتح فتح کننده استانبول امروزی، ترکیه امروزی که شما نامی بازش کتا. یہ واجه فتوحات یہ چیئے معلوم بگو شما انسان عقلی حیران بھی. 50 سالگی وفات کن، 31 سال حکومت کن، دقیقاً از 19 سالگیش یہ فتوحات شروع بند، حکومت شروع بند، فتوحاتی گوش بکنه. آلبانی، سربستان، استانبول امروزی، بوسنی و هرزگوین، یہ تمام یک جوان 19 ساله 20 ساله فتح کن. یا روچ یک وزیر جو سیری که محمد ابن فاتح تا یہ دنیا فتح کنه گا چی حکمت چی؟ تا یہ دنیا چطور فتح کنه گا؟ فرمانی بله منی اسوا و منی الگو رسول الله ہیں. من وقتی که لوٹو باند حمله بکنم برای به یک شهری، من شپا تهجد وحدا همی اندازه دعا کنو که الله ذوالجلال از شهر تمام سرزمین منی دیما منی نظری تو کا یاری. و دقیقاً من الله ذوالجلال در همی تهجد وحدا راهنمایی کند که از کجا دروازه وارد بی، کجا ساعت شروع بکن، کجا مستقر بی. وقتی که یہ دعا بکن من هر شهری من حمله بکنم و شهر من فتح کنم. یہ کشورهای فتح کند حضرت محمد فاتح، یہ شهران فتح کند آب وسیله دعا در نماز تهجد. او پدر، او کسی که یه تگه مسجد جامعه، یا جوان 20 ساله
بوسیله دعا اروپا یا فتح کن، تا بوسیله دعا وتی چوکان مریضیاتا نتونه از الله ذوالجلال برای وتی خانواده مریضیات شفا بگیره. سلطان محمد فاتح بوسیله نماز تهجد و دعا در دلگاه شب دنیا یا فتح کند. قلمرو حکومت و تا حتی نوشته در تاریخ توکا فتوح البلدان توکا نوشته که آخری چیزی که سلطان محمد لوتی فتح بکند ایتالیا لوتی ایتالیا فتح بکند و مرکز ثقل تجاری مسلمانان در کنار دریاچه مدیترانه شرقی و دی بجان چه اندازه بوسیله دعای تهجد چه اندازه بلند پروازی آیا هسته لوتی کل اروپا بگی ما مروچی بوسیله دعا نتونی وتی مشکلات الله ذوالجلال بوسیله دعا مشمه مشکلات آیا حل نکن. اما شرطیش این که ما صادق ببیم. یا گپی در رابطه با عبادتی یه گپا دیگه کنون. دکتر عایز قرنی حفظه الله آواجه کتاب تو کوتی اورتگی گوشی یک روی چیه در رابطه با عبادتی که ما مروچی چه اندازه نسبت به عبادت سوستیم، چه اندازه ما نسبت به نمازی که ما وانونی یه نماز ما تا وحدی مقصد یه نماز نزانه که یه نماز چیه یه عبادت چیه. فرمانی روچ یک سیدی و تی بیبی روند بازار برای خرید غلامی. خوب توجه بکن آخری قسمتی روند بازار معمولا مروچی اگر یکی رو کارگری پکاری فلکه سر رو کارگری گریاری هم روند جای کود غلام بها کنند روند لوٹه غلامی بگرند چهار غلام نی یا نفری فقط نشته یه جوستی گری یه سید یه واجه جوست گری که ای غلام ما لوٹه غلامی بزیریم آیا تا غلامیه و برای فروش آیده یا حتی لوٹه ما ترا بزیره. فرمانی بله من غلامیم و برای فروش آیده یا حتی اما با سه شرط. اما با چند شرط؟ با سه شرط. سبحان الله. یہ تعجب کنند یہ سید یہ بیبی تعجب کنند یہ غلامی یا حتی در خیابان برای فروش لوٹی و تعرضه بکن فدا شرطی ها او کنجکاو بن گوشی تی شرط چیه شرطان تی بگوش غلام گوشی شرط اول اگر شما منظیره من فقط روی چون شما کارا انجام دون شپا من کار نکنو غروب آفتاب تا طلوع آفتاب من کاری به شما خدمت آنیه روی چون شما هر کاری من بگوشی هر عملی شما بگوشی من حاضرم و من چشمگوی شما و کمرم بسته برای خدمت شما اما شپا من کار مبندی. شرط اول. شرط دوم شپا من یک لوگی یا حجریه بده یا حجریه بده یا کناری یا گوشی ما حجره استفاده کنو. شرط سوم من وقتی که حجره رفتم کسی حجره نزدیکم هیچ که نه بیبی نه سید نه آقا نه غلام هیچ که یه حجره نزدیکم به هر حال خیلی کنجکاوم که یہ شرط یعنی چیه بابا قبول هیچ مشکلی نه چه زیرند برانتی و تیلوگا وقتی که لوگا برانتی شرطا از اولی روچا شروع بند کل روچا غلام خدمت کند کار کند اما هنگام غروب لوگی که در اختیارش قرار داده لوگا غلام رو ودن توکی درای توکا بندید به هر حال یه مدتی گذی یک ماه گذی دو ماه گذی سه ماه گذی سید کنجکاو بند و تا بانوکا و تا بیبی کنجکاو بند که ما رای نزدیک چاری یہ چیه کنگی یہ لوگ ما داتا یہ چیه کنگی یہ لوگا پتری تا صوب درنده که یہ چیه کنگی لوگ توکا. یہ سید و یہ بانوک روان از یک روزنه از در چارند یہ غلام دو زانو در مقابل رب العالمین نشتا و دستی برز الله گورا و یہ گاپان کنگین که الله ای پروردگار ای منی محبوب ای منی رب من در مقابل تی الله شرمندم من در مقابل احسانات تی الله شرمندم من در مقابل نعمتهای تی الله شرمندم که منی وقت کمه که من یک غلامیم منی وقت تنها شبه من تنها شب تی الله عبادت کنگم یہ کمه کاش من آزاد بیتینو کاش من غلامی مبیتینو و من بتویتی روی چا هم تی الله عبادتم بکتیم. یہ سید فوراً از یہ دفعہ در کپی کہ واللہ انت سید و نحن العبید واللہ انت سید و نحن العبید. قسم به پروردگار یہ سید فرمانی کہ اے غلام در واقع سید واقعی تیا کہ تا اللہ غلامیا کنگا و ما عبید و ما غلامی کہ ما غلامی دنیا کنگی.
یک غلام شرمنده ایم. من و شما پردای قیامت الله ذوالجلال چی جواب دهیم؟ چه جوابی در مقابل الله ها؟ گویا نعمت صحت و سلامتی، گویا نعمت جوانی، الله عبادت با یه سستی، جمعه روچ عبادت، هنوز مسجد خالی، چی جواب دهیم الله ورا؟ یا اگر ما یاییم برای نمازا، هن چیه برای نمازا؟ مانند من که مانند گفته شاعر به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادند که برون در چه کردی که درون در درایی. به طواف کعبه رفتم ز حرم صدا برآمد، تو مرا پلید کردی تو به سجده ریایی. مروچی اگر ما چند نفری آیم مسجدا ما عبادت و ما حالت ما و تا وقت زانی که ما چطورینه و آک نیایند هیچ مسجدا نیایند آب جای وقت. لذا ما لوٹیں که ما دنیا فتح بکنیم، ما لوٹیں که ما لوگانی تو کا برکت ببی، ما لوٹیں که ما اولاد صالح ببن. بدون عبادت یہ چیز ما را گیر نہیں. تا زمانی که ما الله ذوالجلال عزوت راضی مکنه، خداوند متعال معامله کو ما همیه دابی که ما مروچی گیم. هر کجای دنیا مروچی برین بچاریں، هر کجای دنیا بچاریں مسلمان زیر یوغ کفاریں، زیر یوغ ستم کفاریں. علتی همشی که ما الله ناراض کتا. مثال روزی فقط آخری قسمت مثال روزی شما را بجنام بدم. همین چند روز پیش انتخابات ترکیه برگزار بی. شما کل در جریان رجب طیب اردوغان وقتی که او دام به ریاست جمهوری برای یه بار انتخاب کنگوی در یک مرکز جماعت تبلیغ رو او دام سخنرانی کن. در این سخنرانی تو که یک چیز جالبی گوشی یہ برگردی به همه عمل صالح. اگر پدر صالح ببی الله ذوالجلال آهی منفعت به فرزند هم برگردینی. نی رجب طیب اردوغان گوشی من در کوچکی آمنی پیت فرد صالحیه، میوه پروشیه، گریبیه، از اقشار کم درآمده، نیازمنده و زوری نرسی منا مدارس دولتی منا ثبت نام بکن. منی بو مدرسه دینی پچو مولا کامتر پول گرند همی کامکن هم لات مولا نگرند. نی یہ واجه فرمانی کشی منی بو مسجد امام الخطیب کشی منی بو ثبت نام کو برای حفظ قرآن مجید منی بو ثبت نام کو. ما قرآن و حفظ کو تمام مدارج علمی ما تمام کتا رنده خداوند متعال منی توفیق دما یا تو دانشگاه ثبت نام کو ربط و دیگه مدارج دولتی ما تکمیل کتا. مروچی برای آهی زندگی ها بچاره تمام احزاب بسیجن بر علیه آهی، اما در سینه آهی قرآن مجید ها پیروز بی. فقط و فقط برکت والد صالح و پدر صالح و قرآن مجید که حتی یک گفته زیبای واجه فرمایند که من در بودجه که من برای یه سال لوٹو یا تحویل مجلس ترکیه بدم ما بودجه تو که الله اکبر ایشان یه درسن برای ما جوانا، برای ما تحصیل کرده یه درسن. فرمانی من در بودجه که من لوٹو یه سال تحویل ترکیه بدم مجلس ترکیه بدم ما بودجه تو که شیب ابی طالب تحریم اقتصادی رسول الله صلی الله علیه وسلم که در شیب ابی طالب او دا کفار تحریم کتا او دا آیا چطور از تحریم و جان سالم به در بو ما حتی گوشیوتی بوجر طبق آهی یعنی اگر یه زمانی کل دنیا بر علیه ترکیه بیایو و لوٹی به ترکیه یه اطمینان بدا که ما طوری اسم بوجه تر ریزی کنه گو اگر یه زمانی کل دنیا بر علیه ترکیه بیاید قیام بکن شما را شد نکشی، شما ارزش پول از دست نرو، شما ارزش مال اقتصادی از دست نرو. یہ چیه بیه درجه رسین تا قرآن مجید حفظ قرآن بیه درجه رسین تا. اگر ما لوٹیں بیه درجه رسین الله ذوالجلال راضی بکنه. اذا صح منك الود فالكل حين فكل الذي فوق التراب تراب وليتك ترضى والانام غضاب وليتك تهلو والناس مرير وليتك تهلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب. السلام عليكم.